ما صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران را برای تطبیق لایحه‌های سودمند در تاجیکستان دعوت می‌نماییم. ما در این سفر یادداشت‌هایی رو امضا کردیم. بنده و آقای رئیس جمهور به عنوان همکاری‌های راهبردی امضا کردیم. اجرا کننده این اسناد شما هستید. برنامه دولت قرار داره و خوشبختانه از ابتدای دولت 13 تا الان روابط ما و مناسبات ما بعد از سفر پارسال آقای رئیس جمهور که ملاقات داشتن با جناب رحمان که ما باید افزایش صادرات داشته باشیم یه رشد بسیار خوبی داشتیم. در مورد سفر جناب جمهوری رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم سعید ابراهیم رئیسی و جمهوری تاجیکستان تولیدات خدمتی انجام بشه. صاحبکار وقتی ورودی دولت تاجیکستان میشود یا اخبارات ندارد از اون طرف سازمان توسعه تجارت پول درباره قانونگذاری که به سمت شما سرمایه‌گذاران و صاحبکاران و در کشور ما صاحب‌های سرمایه‌گذاری محلی و خارجی خود فرقیت نیست. برای اون سرمایه‌گذار همه یک درستی سرمایه‌گذاری می‌باشد. ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری